سوره تغابن یعنی زیان در مدینه نازل شد 18 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله تعالی می گویند. فرمان روایی از آن اوست و سپاس از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. اوست که شما را آفرید، پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله تعالی از آنچه میکنید آگاه است. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید، پس شکل و صورتتان را نکو یعنی زیبا گرداند و بازگشتی همه به سوی اوست. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند و آنچه را پنهان می دارد و آنچه را که آشکار می کنید نیز می داند و الله تعالی از آنچه در سینه هاست آگاه است. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا ای مشرکان شما را خبر کسانی که از این پیش کافر شده بودند نرسیده است؟ عقوبت ناگوار عملشان را در دنیا چشیدند و برایشان در آخرت عذاب دردآور است. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمید. این بدان سبب است که پیامبرانشان با معجزه ها و دلیل های روشن به سوی آنان آمدند، پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشر مانند ما میخواهد هدایتمان کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله تعالی نیز از آنان و ایمانشان بی نیاز بود و الله تعالی بی نیازی ستوده است. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، یعنی بعد از مردنشان زنده کرده نمی شوند. بگو آره با پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهد شد، یعنی بعد مردن زنده خواهد شد. آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله تعالی آسان است. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. پس با الله تعالی و پیامبرش و نوری که نازل کردیم ایمان بیاورید و الله تعالی از آنچه میکنید آگاه است.
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. روزی که همه شما را یعنی قیامت گرد می آورد. آن روز روزی زیانکاری است و هر کس به الله تعالی ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را به باغ‌های از بهشت وارد می کند که جایبارها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن می مانند. این کامیابی بزرگ است. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب یعنی دروغ کردند، آنان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند و چی بد سرانجام و جایگاهی است. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. هیچ مصیبت یعنی به انسان نمی رسد مگر به حکم او یعنی فرمان الله تعالی و هر کس به الله تعالی ایمان آورد یعنی الله تعالی قلبش را هدایت می کند و الله تعالی به همه چیز داناست. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. از الله تعالی اطاعت کنید و رسولش را نیز اطاعت کنید. پس اگر روی بگرداندید بدانید که فرستاده ما وظیفه جز پیام رسانیدن ندارد. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله تعالی است که هیچ معبود به حق جز او نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، براستی که بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند، پس از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید بیگمان الله تعالی آمرزنده مهربان است. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. جز این نیست که اموال و اولاد شما آزمایش هستند و حال آن که مزد فراوان نزد الله است، و جز این نیست که فرزندانتان آزمایش هستند و حال آن که ثواب بزرگ نزد الله تعالی است برای کسی که طاعت او را بر طاعت دیگران مقدم داشته باشد و حق الله تعالی را در مالش ادا نموده باشد. تفسیر طبری. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. پس
تا آنجا که می توانید از الله تعالی پروا کنید، یعنی تا توانید ای مؤمنان سعی و کوشش کنید و توانی طاقت خود را در تقوای الله تعالی صرف نمایید و حق را بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید، یعنی و خیر کنید که برای خود شما بهتر است و آنان که از بخل نفس خویش در امان ماندند رستگارانند به هر خیر و دست یافتگانند به هر مطلوبه. تفسیر سعدی. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. اگر به الله تعالی قرض نیکی دهید آن را برای شما افزون می کند و شما را می آمرزد و الله تعالی قدرشناس بردبار است. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. او تعالی دانای و نهان و آشکار و بزرگ و بلند مرتبه است. سوره تغابن یعنی زیان در مدینه نازل شد، 18 آیت است.